میدونی مردم درباره من چی میگن؟ میگن من یه دیوونم، یه روانی با لبخند دوخته شده. ولی بذار یه چیزی بهت بگم عزیزم، تو شهری که همه نقاب زدن، اون که صورت واقعیشو نشون میده دیوونه نیست، اون صادقه. و تو میدونی چی ترسناکتر از یه آدم خطرناکه؟ آدمی که هیچ چیزی برای از دست دادن نداره. آره، بتمن، اون قهرمان نقابدار شهر. اما بذار ازت بپرسم، یه مرد که شبا لباس قفاش میپوشه و مردم رو میترسونه با یه مرد که صورتش رو با لبخند بریده واقعا چه فرقی داره؟ هر دو زخم خوردن، فقط فرقش اینه که یکیشون ادعا میکنه نجات دهنده است و اون یکی فقط راست میگه. میدونی اون همیشه فکر میکرد من دشمنشم، ولی واقعیت اینه که من تنها کسی بودم که واقعا درکش کردم. اون بدون من هیچی نبود، یه پسر پولدار افسرده با زره گرون قیمت. من بهش معنا دادم، بهش هدف دادم، در واقع من اون رو ساختم. من دشمن قانون نیستم، من فقط یه قانون دیگه‌ام، قانون طبیعت، یعنی هرج و مرج. تو دنیا یا تطبیق پیدا میکنی یا میسودی. من فقط به گاتام یاد دادم چطور خودش رو ببینه. یه شهر پر از مردمی که فقط تا وقتی اوضاع آرومه خوبه. یکم فشارش بدی یه بحران کوچیک و ببین چطوری شروع میکنن همدیگر رو خوردن. من فقط دکمه شروع رو زدم، بقیه کار رو خودشون کردن. بتمن همیشه ازم میپرسید چرا، ولی واقعا نیازی به دلیل نیست. تو دنیایی که همه دنبال معنی‌ان، گاهی فقط باید بخندی به بی‌معنایی همه چیز، به قهرمانایی که خودشونو گم کردن، به سیاستمدارایی که نقش ناجی بازی میکنن و به مردم که فقط میخوان یه نفر براشون تصمیم بگیره. یه روز قهرمان، یه روز دیوونه. فقط کافیه سکه برعکس بیفته. من فقط سکه رو چرخوندم. میدونید چی مضحکه؟ همه ما یه جور بتمنیم، نقاب میزنیم، نقش بازی میکنیم، سعی میکنیم قهرمان باشیم، اما تهش یه روز لبخندمون میفته و خود واقعیمون بیرون میاد. اون موقع دیگه فرقی بین من و شما نیست. بتمن فقط یه نسخه شیکتر از منه. من لبخند زدم، اون اخم کرد. من آتیش زدم، اون مشت زد. اما هر دو یه هدف داشتیم، نشون دادن این که دنیا یه شوه. میدونی چی قشنگه؟ وقتی همه چیز بسوزه، آدم‌ها برای اولین بار صادق میشن. اون موقع میفهمی قهرمان کیه و کی فقط لباس قهرمان پوشیده. پس بگو ببینم، قهرمان واقعی کیه؟ اون که شهر رو نجات میده یا اون که ماسکا رو میسوزونه؟ من فقط یه روز بد داشتم، مثل همتون. ممنون که تا اینجا ویدیو همراهم بودید. خوشحال میشم اگر نظراتتون کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و اگر خوشتون اومد ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. دمتون گرم.